عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 5 اکتبر سال 2022 به خبرنگاران گفت که پرزیدنت امامعلی رحمان که روز 5 اکتبر به سن 70 رسید، زادروزش را در احاطه فرزندان و پیوندانش جشن میگیرد. او گفت 5 اکتبر برای امامعلی رحمان یک روز کاری مقرری است و در کشور برگزاری کدام چاره‌بینی رسمی به مناسبت 70 سالگی پرزیدنت به نقشه گرفته نشده است. طبق ماده 8 قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم که سال 2007 با تشبث خود امامعلی رحمان تهیه و قبول شده، سال 2017 طلب این قانون بازم شدیدتر کرده شد. در تاجیکستان جشن زادروز به طور اختیاری تنها در دایره عائله گذرانیده می شود. به این ترتیب حتی دوستان و همکاران و یا صنعتکاران را به جشن زادروز خود دعوت کردن را منع کردند. ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان برای رعایت نکردن طلبات قانون تنظیم از جمله در بابت چگونه جشن گرفتن زادروز، همچون جزا برای شهروندان یهودی جریمه به اندازه 110 نشان دهنده برای صبح‌ها، برای شخصان منصبدار به اندازه 550، برای صاحبکاران، خادمان و علمای دین به اندازه 750 نشان دهنده و برای شخصان حقوقی به اندازه 800 نشان دهنده برای حساب‌ها را پیش بینی کرده است. یک نشان دهنده برای حساب‌ها 64 سامانی یا تقریبا $6 را تشکیل می‌دهد. امامعلی رحمان 5 اکتبر سال 1952 در نویه دنغره به دنیا آمده. سال 1982 رشته اقتصادی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است و سال 1992 اینک 30 سال باز رهبری تاجیکستان را در دست دارد.